آیت الله العظمی یعنی کسی که همه وجودش خداست. این اسم روز قیامت شرم‌آوره، باعث خجالته. آیت الله العظمی یعنی کسی که همه زوایای وجودش خداست. به هر ضلعی از ابعاد وجودش نگاه میکنی خدا رو میبینی. قیامت هم که تبل السرائر، پرده ها میره کنار، روز حقیقت، روز عنوان نیست. خجالت میکشیم از این عنوانایی که به خودمون دادیم و به دیگران دادیم. حجت الاسلام کجا بود؟ حجت الاسلام کجا بود؟ بعد والمسلمین هم نوشتن. کو مسلمین؟ کی به فکر مسلمینه؟ شیعه به فکر سنیه، سنی به فکر شیعه است. این 72 فرقه‌ای که هستیم به فکر همین که اگه ولمون بکنن خودمون از آمریکا بدتریم، از اسرائیل بدتریم، از انگلیس و فرانسه و ایتالیا بدتریم. ولمون بکنن که خودمون پوست همدیگه رو میکنیم. خب الان فعلا اجالتا قدرت نداریم، با چراغ سبز اونا داریم همدیگه رو میکشیم. این همه جنازه. آقا یه خون از دماغ بابات بیاد شب صبح نمیشه. این همه مسلمان دارن میکشن. تو بحرین، تو سوریه، تو لیبی، تو عربستان دارن مسلمان میکشن. عین خیالمون هم نیست، چکمون هم نمیگسه. روزه گرفتیم برای حضرت زهرا. بیبی از زهرا امروز بود بس خوش گریه میکرد. یا واسه این زن بچه‌ای که خوابن میریزن تو خونه بندنشون به رگبار. هزاران کثافتکاری دیگه که سر مسلمان در میارن. خب این چیه؟ این واسه اینه که ما مسلمین نداشتیم. چون حجت الاسلام نداریم. کو حجت الاسلام و المسلمین؟ نه ما شیعه نه اونا سنیه. نمیدونم اسممون چی بذاریم. شیعه همه وجودش حرص برای علمه. علمم تواضع میاره. یعنی شیعه همه وجودش تواضعه. کو تواضع؟ سنت پیغمبره که زن و بچه‌ها رو شب بریزیم بکشیم. سنت پیغمبری که هر کی سلیقه ما رو قبول نداشت بهش بگیم کافر. اونم از سنیه. ما حجت الاسلام و المسلمین ندادیم. اگه داشتیم این وضع دنیای اسلام نبود. 1.5 میلیارد مسلمانیم افتادیم به جون هم. همینجوری هم دیگه داریم میکشیم. اون وقت واسه غلبمون هم متوسل به غربی‌ها میشیم. خنده داره. بدبختی داره. اصلا نه توجهی به خدا. بابا با خدا معامله کن. آقا ظاهر احکام معیار و ملاک نمیتونه باشه برای مسلمانی. نمیتونه باشه. اون روحش باید حاکم باشه. اگه اون روح حاکم نباشه فایده نداره. ما مسلمونیم، به قرآن باید عمل کنیم. کجای قرآن حرمت مسلمان رو اینقدر آورده پایین؟ حرمت انسان رو کجا اینقدر آورده پایین؟ 1000 بار خونه خدا رو خراب کنی گناهش کمتر از اینه که دل یه مؤمن بشکنی. چجور شده که حرمت مؤمن از آب خوردن کمتر شده؟ آسان‌تر شده با آب رو مؤمن بازی کردن. 38 تا آیه تو قرآن میگه افلا یعقلون. عقل بابا، دین اسلام دین تعقل. امام حسین شهید راه عقل، مردم میذاره فکر کنن. من نمیدونم ما چه مسلمانایی هستیم، هر روز فقیر داره بیشتر میشه. بابا ما اول انقلاب یه کمیته امداد درست کردیم که با فقر مبارزه کنیم، یعنی یواش یواش تموم بشه، یه روز درشو ببندیم. معنی نداره گوش خیابون مسلمان هر 100 متر چیز قوطی بذارن صدقه جمع کنن. این به جامعه اسلامی نمیخوره، این کرامت انسانی نمیخوره. این نه اینکه هر روز خانواده کمیته امداد گنده تر بشه. این بزرگ بودنش نقصه واسه مسلمانا. ما چه مسلمانایی هستیم که اینقدر فقیر داریم؟ در هر مغازه 4 تا قوطی زدن، صندوق کمک بخیر. اسلام جامعه‌اش که با صدقه نمیچرخونه. این معلوم میشه که اصلا ماه رمضان تو جامعه خبری نیست. 30 تا ماه رمضان گذشته هنوز فقیر داریم. خب معلوم ماه رمضان نداشتیم. یه ماه رمضان بس بود ریشه فقر کنده بشه. یه ماه رمضان واسه اینکه ریشه فقر کنده بشه بس. اگه ماه رمضان هم میاد و میره هنوز فقیر داریم، هر روزم داره بیشتر میشه، این معلوم میشه که ماه رمضان نبوده. روحش در جامعه حاکم نبوده. گرسنگی بوده. بله. 30 ماه با هم دیگه گشنگی کشید. خدا وکیلی دست رو قرآن بذاره علی ابن ابی طالب تو این هیئتی که ما میگیم شرکت میکنه؟ اگه بود میومد یا نمیومد؟ چون تو روایت داریم مؤمن جلسه‌ای که توش معرفت نباشه نمیره. مؤمن میره برای کسب معرفت، اگه نباشه نمیره. اگه اینجا جای علمه من باید معلم باشم یا متعلم باشم، یکی از این دو حاله. پس این منبر هر کسی نیست، یا معلمه. کو معلم؟ تو مذهبی ترین خانومام این حرفا رو میزنم، هیچ کی هم رو خودش نمیاره. میگم آقا شما که میگید اولگوتون حضرت زهراست، من که قبول ندارم. من که میگم امام صادق علیه السلام فرمود مادر ما فاطمه حجت خداست بر ما و ما حجت خداییم بر شما. یعنی فاطمه زهرا کلاسش خیلی بالاتره، 13 تا شاگرد بیشتر نداره، پیغمبران و فرزندان شاگردای فاطمه، چون حجت خداست بر ما. به ما نیامده ادعا کنیم سر این کلاس رفتیم.
فاطمه زهرا یه چادر گرفتی اونم حرف گوشه‌شو باد میبره یه چیزیه. خب دروغ داری میگیم دیگه. خب چرا دروغ میگی؟ خب نگو الگو من فاطمه است. مگه مرض داری یه چیزی میگی که تو دنیا بگم بیا اینا شیعه حضرت زهرا آبرو بیبی بره. خب نگو. مگه ما مجبوریم اسم خودمون رو بذاریم شیعه؟ بابا 2 روز میخوایم زندگی کنیم به خدا کافرم باشیم روزمون رو خدا میده نترس. آگه عنوان گرفتیم دستمون هیچیمون هم بهش نمیخوره. میگیم علی. بابا مگه نمیگی علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب همه وجودش تعقله. این روزها کمترین حرکت احساسی انجام نداده. دهان به گلایه باز نکرده. یک کلمه حرفی که خلاف اتحاد بین مسلمین باشه از دهنش بیرون نیامد. بدترین صحنه‌های عالمو دیده و درک کرده. شما فکر کردی من و شما مثلا تو کوچه باشیم چیزی میفهمیم؟ اصلا میفهمیم عمق فاجعه رو؟ کجا میفهمیم؟ نمیفهمیم عمق مصیبت کجاست. ولی علی بن ابی طالب تمام این مصیبت‌ها رو می‌بینه. فقط استخون تو گلومه، خار تو چشم. یعنی آب خوش گلوم پایین نره. نمیتونم چشمم بر این فجایع ببندم. تیغ تو چشت باشه چشت بسته نمیشه. بعد باز بهت نگه داریم. که همه فجایع رو دارم می‌بینم، آب دهنم رو نمی‌تونم. هیچ هم بد ببینم. اون وقت ماها میریم داغ میکنیم هر چی دلمون میخواد دهنمون در میاد میگیم با جون و ناموس مسلمین بازی میکنیم. یکی امروز بره تو بحرین جواب این خونه‌ای که میریزه رو بده که بریزن تو خونه یارو بدوزن وردارن ببرن عربستان اونجا بهش رحم میکنن. مسلمون به زن بچه شیعه رحم میکنن اونجا. آیت الله بهجت همه درسش یه کلمه بود: به علمتون عمل کنید، به علمتون عمل کنید، به علمتون عمل کنید. خدا رحمت کنه شهید شمرانو. فرمود که یه اشتباه وقتی میکنی یه اشتباهه، وقتی با 1000 قدرت عقل توجیهش میکنی میشه 1001 اشتباه. 1001 اشتباه. با 1001 اشتباه پا رو علممون نمیذاریم؟ از ترس یه سری چیزای موهوم پا رو حق نمیذاریم؟ کلمه به نفع ظلم نمیگیم؟ ببین یه کلمه تعارف نداریم که یا مسلمونی بنویسیم به خدا الان مسلمونم نباشیم نمازم نخونیم هیچی نمیشه. یه هفته نماز نخون، اگه اتفاقی افتاده از تو گفت، اگه عذاب نازل شد، اگه زلزله، هیچی نمیشه، نترس. اگه اهلش نیستیم نخونیم بریم کنار. قرآن که دیگه با کسی تعارف نداره، میگه ویل للمطففین، وای بال کم فروش. یه چه جوری بگه وای بال کم فروش یعنی وای بال صنعت ایران؟ غیر از اینه؟ خب این تعارف داره؟ این دیگه چیزی که ما واسش تعارف کن، تعارف نداره که. ویل للمطفف، ویل للمصلین یعنی وای بال همه مسجدا. اگه نماز باشه و گناه هم باشه، اگه مسجد مرکز گناه باشه، ویل للمصلین، وای بال نمازخون اگه نمازخون تو مسجد دنبال آبروی مؤمن باشه، نقشه واسه آبرو مؤمن بکشه. اگه مسجد مرکز تهمت و افترا باشه، وای بال اون مسجد، وای بال اون نماز. اون نمازی که من از امام زمان دور کنه که نماز نیست. اون روزه و اون حج و اون سینه زنی که من از امام حسین دور کنه که سینه زنی نیست، عزاداری نیست. الان عزاداریه ما به سمت امام حسین میره، به سمت تعقل میره، یعنی یا داره یه مسیر دیگه میره. اگه یه مسیر دیگه میره یعنی من سر سفره از زهرا نیستم. بابا انبیا جون دادن مردم یه دقیقه فکر کن. همه انبیا تیکه تیکه شدن، 70 تاشون رو توی یه شب بنی اسرائیل کش واسه اینکه مردم یه دقیقه فکر کنن. بابا یهودیه یه دقیقه تو کوچه فکر کرد، یه دقیقه دید دست علیو بستن دارن میبرن، یه دقیقه فکر کرد گفت اشهد ان لا اله الا الله. اگه گذاشته دستاشو بستی دلیل داره، من به اون دلیل ایمان. یهودی خیبری که حاضر بود جزیه بده مسلمون نشه، دستای بسته علی رو دید، یه دقیقه فکر کرد مسلمون شد. ما بچه شیعه هم یه دقیقه فکر کنیم شاید شیعه شدیم. ما محبین اهل بیت هم یه دقیقه به دستای بسته علی فکر کنیم شاید شیعه شدیم، شاید مؤمن شدیم، شاید محب شدیم. خب فکر نمی کنیم که. اگه قرار بود دهنمون رو وا کنیم بشوریم همه رو، خود حضرت خود این کارو میکرد. نکردن این کارو. رحم نمی‌کنیم به هم دیگه. نشسته قم زن و بچه‌ش تو امنیت خیالش راحت. هر کی هم خلاف حرف بزنه این حرامزاده است، این طهارت مولود ندارد، این ملعون است. نشستن اینجا واسه خودشون فتوا میگن. که چی که میگیم آقا فحش نده به دیگران. حضرت گفت فحش ندید، به ما فحش نده. آدم دیوونه رو که دیوونه تر نمی‌کنم بیفته به جون زن و بچه مسلمان. که اون وقت وهابیه باشه بره تو بحرین بچه شیعه بکشه. برای چی که بکشه؟ تو اینجا نشستی دهنتو وا می‌کنی هر چی دلت می‌خواد میگی. زن و بچه شیعه رو انداختی به خطر.
تو تمام خونه‌اش شریکن اینا. با جواب بده. نشستن کن واسه خودشون فتوا میدن. پاشو زن بچه‌تو جمع کن برو زاهدان. مردی برو اونجا صحبت کن. اسکورت هم نبر. پاشو برو عربستان تبلیغ کن. 22% شیعه تو زندان داره شکنجه میشه. واسه چرندیات این آقایون تو سیدیاش میره دنیا اونجا. بچه شیعه میره تو زندان. پوست شیعه رو دارن میکنن اونجا. خب پاشو برو عربستان. 2 روز برو تو حبس ببینم دهنت وا میشه. 2 روز توی 4 دیواری گیرت بندازن. سیاه چالم نمیخواد. 2 روز برو بازداشتگاه ببینم دهنت وا میکنی هر چیزی بخواد. زن بچه شیعه تو خطره. دهنمون همینجوری باز. از حضرت علی غیرتی تر شدیم. هیچی هم نمیفهم الحمدلله. نه حضرت زهرا میفهمه هیچی. نعره میزنه اینجا میگه یا زهرا زنش زمین گاز من کتک میزنه. تو حضرت زهرایی هستی دروغ. تو حضرت زهرایی هستی به ناموس بچه شیعه رحم نمیکنی. آبروی این مداح و فلان مداح و زن و بچه‌شو کی بود؟ غیر مذهبی ها اصلا غیر مذهبی ها مداح میشناسن. کی با ناموس اینا بازی میکنه؟ بچه حیاتی دارن بازی میکنن. خود تو امام حسینی هستی. این زن و بچه شیعه توی عربستان 22%شون زندان دارن شکنجه میشن بدبختا. بابا اونا به سنی‌ها رحم نمیکنن. میگه گوشه خیابون سنی اعتراض میکنه میگیرنش. به سنیش رحم نمیکنن، به شیعه رحم میکنن. نشستن اینجا حضرت علی غیرتی تر شدن. باشه اگه ما تو کوچه بودیم چیکار میکردیم؟ برو بابا. همون خدا رو شکر کن که نبودیم. چیکار میکردیم؟ حق علیه، معیار علیه، نه هوا و هوس ما. علی ابن ابی طالب با جامعه خودش قهر نکرد، وایساد پاکار. فرمود میخواستن اختلاف بندازن. رفیق ابو سفیان لشکر برداشت اومد در خونه حضرت علی، گفت حق با توه. روز قدیر پیغمبر گفت خلیفه تویی، پاشو بریم اینا رو بکشیم حکومتو بگیر. حضرت فرمود تو مال من نیستی، برو این داما رو برای کسی دیگه بذار. تو میخوای اسلامو تو ریشه بهم ببری؟ اگه اینجا خون از دماغ کسی بیاد اسلام از ریشه خوش میشه. امیرالمومنین تو میخوای خونریزی را بندازی؟ من نمیکنم این کارو، من نمیکنم این کارو. تازه اگه می‌خواستین کار کنی از ابو سفیان نمون. لا فتا الا علی لا سیف الا زلفا. لازم به این کارا نبود. اون که یه تن خیبر رو داغون میکنه نمیتونه بریزه توی جلسه 50 نفر قلقم کنه. خب چرا نکرد؟ همون خون نباید دماغ کسی بیاد. اگه زجری باشه ما میکشیم اسلام بمونه. بعد حضرت تو روایت فرمود بنده کاری کردم که اسلام پیروز شد و کلمت الله هی العلیا، کلمه الله بزرگ شد. یعنی امروز اگه کسی نفس میکشه به محبت اهل بیت ثمره سکوت علیه. بابا در این دهنتو ببند. اگه روزه خونی، اگه گریه کنی، نصف شب برو زجه بزن برای خودت. این دهنتو ببند، بذار این دنیای اسلام انقدر متشنج نباشه. بذار صاحبش بیاد. تا صاحبش نیاد کاری نمیشه کرد. غیر معصوم نمیتونه دنیا رو اداره. خیلی سخته. این هنر هر کسی نداره. زجه زنی چاه، اگه الگوت علی نیست برو توی چاه تا صبح زجه بزن، تا صبح ناله بزن. میگن از علائم ریا اینه که تو جمع خوب گریه میکنه، تو خلوت اشک نداره. ریاکار اینجوری، ریاکار تو جمع حال خوبی داره، ناله میزنه اشک داره، اما تو خلوتش خبری نیست. بابا میگن مؤمن خلوتش از جلوتش بهتره. خب این چی؟ این واسه که ما مسلمین نداشتیم، چون حجت الاسلام نداریم، چون حجت الاسلام نداریم، چون حجت الاسلام نداریم.